با سلام خدمت دوستان عزیز. ساخت پنکه یا فن به انگلیسی در خانه بسیار ساده، قدرتمند و کم مصرف. یه شارژر قدیمی نوکیا، یه مقدار سیم مفتوحی واسه پایش، یه موتور سشوار خرابه اگه داشتین ولی موتورش با سالم باشه و فنش هم پرش هم از کارتون شیر پاستوریزه همونجایی که میبینید درست کردم. بسیار قدرتمند و کاربردی برای همه کارها میشه استفاده کرد. الان براتون روشنش میکنم دوستان. بسیار قدرتمند و کاربردی. حداقل تا 5 متر قدرت باد داره دوستان.